دوره جمهوریت شخصی به نام غلام سخی بیان که رئیس معارف و رئیس اطلاعات فرهنگ بود او قضایای فساد مالی و فساد اخلاقی داشت. ما به صفت صدای مردم مطابق قانون اساسی و قانون حق دسترسی به اطلاعات اطلاع رسانی کردیم و بر سهم مردم رسوندیم که رئیس اطلاعات فرهنگ و رئیس معارف اینا البته به فساد مالی و اخلاقی متهم است. بدبختانه که فاسد در هر حکومت مورد حمایت قرار میگیره و ما شخصا خودم بیشترین انتقاد از آقای غلام سخی بیان کردیم که او در دوره که مسئولیت معارف را داشت چندین مورد در پیوند به فساد بازداشت و زندانی شد و بعدش به اطلاعات فرهنگ به صفت رئیس تعیین شد. در اینجا در قسمت فساد مالی و فساد اخلاقی که ای داشت ما مطالب و موضوعات انعکاس دادیم. دوسیه ما در دوره جمهوریت از جنایی آغاز شده بود که چندین موردی موضوع ما حل شده از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان فاریاب و همچنان از توسط دکتر نقیب الله فایق والی حکومت دوره جمهوریت. این موضوع یک موضوع حل شده بود و بعد از اینکه طالبا حاکمیت پیدا میکنن این رئیس که به فساد اداری و اخلاقی متهم است و چندین مورد قضیهش تا حال هم بررسی نشده و ما خواستار بررسی از او هستیم. دوباره شکایت کرده و فعلا ما دو مرحله تحقیق را سپاری کردیم به جنایی و یک مرحله را به سارنوالی و فعلا دوسیه ما به محکمه محول شده و فعلا در محکمه است. در صورتی که صدای همچون افراد شنیده شود که او متهم با فساد اخلاقی و مالی است، بقیه خبرنگارا و اعضای مطبوعات هم در تهدید همچون افراد مافیا و زورمند و فاسد قرار خواهد گرفت. فعلا ما دو مرحله خدا بصیر مسلم هستم، خبرنگار از دوران حاکمیت طالبان. بدین سو تمام بانوان خانه‌نشین بیکار شدن، از آن جمله خودم. خبری که نشر کرده بودم 2 سال قبل به دلیل قطع معاش غلام سخی بیان رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت پیشین که فعلا تحت پایگرد دولت طالبانی قرار داریم و همچنان 2 بار به خاطر تحقیق در سارنوالی ما رفتیم و ما را خواستن. ما سند دارم از این اخبار که نشر کردیم. همزمان غلام سخی بیان 6 ماه حبس بود و همزمانی ماش هم دریافت کرده بود و هر شهروند حق داره که انتقاد کنه و ما خبرنگارا را مسئولیت ماست، وظیفه ماست که ما حقایق بیان کنیم. از امارت اسلامی خواهان مایی است دولتی که شعارشان ارزش‌های اسلامی، مبارزه با فساد اداری و اخلاقی است، چطور میتونن افراد مثل غلام سخی بیان رو در دولت وظیفه بتن و حازم وظیفه کنن؟ غفوری هستم، معاون تازه خبرنگاران فاریاب. قضیه ما از زمان جمهوریت بود که ما 2 خبر من خودم پست کرده بودم در مورد غلام سخی بیان. در اون دوره غلام سخی بیان رئیس اطلاعات فرهنگ بود. او در چندین دوسیه‌ای که به علیه اونا از سوی سارنوالی مدرسه از خبرنگارا قرار گرفته بود که او متهم به فساد اداری و فساد اخلاقی بود که ما او را از طریق صفحات مجازی خود نشر کرده بودیم. اما غلام سخی بیان بعد از اینکه امارت اسلامی حاکم شد او دوباره خواست که ما و علیه ما اونا دعوا کنند و ما قضیه ما از جنایی به سارنوالی رفت. از سارنوالی فعلا در محکمه است. ما از توسط ضمانت ما از محکمه رها شدیم. اکنون غلام سخی بیان از ریاست اطلاعات فرهنگ 1,24,000 افغانی باقیات داره. تا حالا حکومت را پرسان نکرده. 2 قضیهش هم که تا حالا تحت بررسی قرار نگرفته و اکنون غلام سخی بیان وظیفه رسمی در حکومت امارات اسلامی داره. وقتی که حکومت امارات اسلامی میخواد که قانون را بالای فاسدین تطبیق بکنه، چرا بالای غلام سخی بیان تطبیق نمیکنه؟ چرا دوسیای او تعقیب نمیشن؟ خبرنگار صدای مردم بود، حقایق را انعکاس میداد. در وقتی که امارات اسلامی همچون افراد را حمایت بکنه، احتمال زیاد است که خبرنگارا دوباره صدای مردم شده نتونه و خبرنگارا بعداً خاموش باشه. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.